صبح شما بخیر و پر از شادی باشد بیننده بیانیت عزیز و پر صداقت رادیو آزادی. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما و بازم یک صبح نو شروع شد، صبح پر از خبر و امیدوارم که آماده هستید، چون همیشه چند دقیقه را برای شنیدن این خبرهای تازه ببخشید. و حالا در پراگ ساعت رسو 7 است و در دوشنبه ساعت 10. خب اگر گوش و هوشتان با ماست، پس شروع میکنم. صبح 4 سентябри یعنی صبح امروز طالبان افغان ابراز داشتند که اساسگذاری یکی از خطرناکترین شبکه‌های جنگجوی افغانستان جلال‌الدین حقانی بر اثر بیماری وفات کرده است. فعلا شبکه حقانی را پسر جلال‌الدین حقانی سراج‌الدین رهبری میکند. طالبان در شبکه توییتر خبر مرگ حقانی را نشر نموده افزودند که او یعنی جلال‌الدین حقانی یکی از سیماهای معروف مجاهدین به شمار رفته بر ضد تجاوز شوروی قیام کرده است. در سالهای حکمرانی طالبان جلال‌الدین حقانی مدت مقام وزیر را بر عهده داشت. گفته می شود که او با گروه‌های افراطی عربی و سازمان القاعده رابطه زیج تشکیل کرده بود. و برمیگردم به تاجیکستان. در پی یک صدمه نقلیاتی در روی خاروق دوشنبه 4 نفر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر جراحت برداشته است. حادثه بعد از ظهر دیروز یعنی 3 سентябри رخ داده است. وزارت امور داخلی میگوید ثانیه پس از آن سر زد که کریم اسکینов راننده 18 ساله автомашین تمغه تویوتا لند کروزر به سمت مقابل حرکت رو برآمده به автомашین تمغه نیسان پترول برمیخورد. به قول منبع در نتیجه فضیلت رحمت خدای 21 ساله، میرثابت عبیدوی 65 ساله، عادل ملیشوی 59 ساله و سیف سعید منظروی 58 ساله در جای حادثه به هلاکت میرسند. اینچنین 4 مسافر دیگری خود را که از 7 تا 33 سال داشتند جراحت برداشتند. در وزارت امور داخلی گفتند تحقیق حادثه شروع شده است و سبب‌های سر زدن آن معین کرده می شود. باید گفت که در تاجیکستان هر سال صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می‌شوند. در همین حال جمال‌الدین عبیداللهیف سفیر تاجیکستان در فرانسه به رئیس جمهوری آن کشور ایمانوئل ماکرون اعتمادنامه سپرد. این مراسم روز 31 آگوست امسال در قصر الیسه برگزار شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت بعد این مراسم جمال‌الدین عبیداللهیف با ایمانوئل ماکرون صحبت کوتاه کرده پیام پرزیدنت ملی رحمان را به او رسانده است. اما جزئیات داده نشده است که این پیام از چه عبارت بود. دو طرف همچنین مسئله رابطه‌های تاجیکستان و فرانسه را بررسی کرده به ضرورت گسترش همکاری‌ها تاکید نمودند. جمال‌الدین عبیداللهیف پسر محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی تاجیکستان ینور امسال سفیر کشور در فرانسه تعیین شد. او تا آن دم به حیث سردار ریاست کشورهای اروپا و امریکا در وزارت امور خارجه تاجیکستان کار میکرد. در گذشته سردار ریاست کنسولی و سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه هم بود. نام او بارها در مسابقه اید به تنیس در تاجیکستان در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته است. گفته می شود جمال‌الدین عبیداللهیف چند دفعه در مسابقه تنیس برای دریافت جام پایتخت پیروز شده است. و همزمان نماینده دائمی کشور در یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز است. و از این به بعد در تاجیکستان منصبداران را برای پنهان کردن ثروت و دارایی‌هایشان از مقام برکنار خواهند کرد. چون این مقررات از طرف حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، شورای مجلس نمایندگان روز 3 سентябри از آن جانبداری نموده است. بر اساس این مقررات منصبداران موظف هستند که نه فقط به کمیته انداز بلکه به رهبریت خود نیز درباره دارایی‌هایشان گزارش بدهند. مسئولان خدمات مطبوعات مجلس نمایندگان میگویند تغییرات نو به خاطر تکمیل و شفاف کردن اعلامیه درآمد منصبداران تهیه شده است. اونا از این بیشتر شرح ندادند، اما یک نماینده پارلمان به شرط فحش نشدن این نامش به رادیو آزادی گفت منصبداران باید درباره تمام درآمدهای خود، مال و ملک غیر منقول، پس‌اندازهای بانکی، کاغذهای قیمت‌بها، قرضهای حجمشان بیش از 25000 سومانی و درباره مال و ملک اعضای عائله اعلامیه پیشنهاد کنند. منبع افزود در صورت پیشنهاد معلوماتی بر دروغ درباره دارایی خود یا سرکشی از آن، شخص منصبدار از مقامش برکنار می شود. معلومات درباره دارایی منصبداران تاجیک به استثنای حالت‌های علایده آشکار نمی شود و شخصان عادی نمی‌دانند کدام منصبدار در کشور چقدر ثروت دارد، حالانکه در کشورهای غربی و بعضی از کشورهای شوروی سابق چنین معلومات باز است. مسئولین میگویند مقررات نو با قانون ضد فساد با هدف اجرای توصیه‌های فتح و اجرای استراتژی مقاومت با فساد در تاجیکستان پیش بینی شده است. در همین حال کارشناسان میگویند باید در تاجیکستان چنین نظام مقرر شود که معین کند منصبدار بعد به سر کار آمدن چه اموالی را صاحب شده. مبارزه با فساد در تاجیکستان همیشه مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی بوده است.
از جمله از آن انتقاد می شود که مبارزان نیروی فساد در کشور خود بعضاً با چنین اتهام ها بازداشت می شوند. برای مثال سال گذشته بیش از 10 کارمند آژانسی ضد فساد بازداشت و به زندان محکوم شدند. و مقامات انتظامی تاجیکستان 2 نفری را بازداشت کردند که به معاملات غیرقانونی مواد کیمیاوی مدهوش کننده نشئه‌دار متهم می شوند. در وبسایت وزارت کارهای داخلی آمده است که یک ساکن 27 ساله شهر دوشنبه و یک نفر دیگر از نوعه باباجان غفورов می‌خواستند 120 کیلو محلول مخصوص را که به های پرکورس ها شاملند بفروشند. گفته می شود متهمان مواد مذکور را از شهروند قرقیزستان خریده طریق قاچاق وارد تاجیکستان کردند و می‌خواستند بر عوض $20,000 آن را به فروش گذارند. محلول اندیگرید کسلت اتستات برای آماده نمودن واسطه‌های نشئه‌دار استفاده می شود که معاملات غیرقانونی آن جوابگری جنایتی در پی دارد. فعلا این 2 نفر در بازداشتند و تفتیشات در این زمینه جریان دارد. در عین زمان دادگاه شهر اختپای قزاقستان دیروز به بررسی پرونده جنایی سوختار اتوبوس شروع کرد که باعث مرگ 52 مجری ازبکستان شد. این حادثه ماه ینور سال جاری رخ داده بود و بخش قزاقی رادیو آزادی گفت که در محکمه دادگاهی 11 ساکن ازبکستان یعنی نزدیکان مجرمی که در راه به سوی روسیه در سوختار اتوبوس هلاک شدند شرکت دارند. در این محکمه نزدیکان عبدالشوندهان شرکت دارند. آنها از آن اظهار ناراضگی کردند که در دادگاه 2 تن زنده مانده در آتش سوزی مذکور شرکت ندارم. در دایره این پرونده 5 نفر، 3 راننده اتوبوس و 2 نماینده شرکت آزیا ترانزیت سرویس، مؤسس و مکانیک به حیث گمانبر اشتراک دارند. راننده های اتوبوس از 26 ینور سال روان در حبسند. صاحب اتوبوس در جستجو قرار دارد. باید یادآور شوم که 18 ینور سال روان در حدود نویه ایرگیز ولایت اختپای قزاقستان اتوبوسی حامل مهاجران ازبک آتش گرفت. در این اتوبوس با شمول رانندگان 57 آدم حضور داشت که 52 تن آنها هلاک شدند. همه آنها ساکنان ولایت نمنگان ازبکستان بودند. ضمن مهاجران تاجیک هم زیاد از اتوبوس استفاده میکنند برای رسیدن به روسیه، چون که از این طریق رفتن به این کشور نظر به استفاده هواپیما ارزان تر است. و مقامات انتظامی تاجیکستان سردار یک شعبه کارخانه نور خاور را در شهر استقلال بازداشت کردند. این نفر که در حال حاضر از اون نام بردن نمی شود به اسرافکاری و رساندن تقریبا 300,000 سومانی بیش از $31,000 زیان به کارخانه متهم است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در یک اطلاع گفت که سردار شعبه زریاوستوک اسکواتور کارخانه را به فایده شخصی خودش استفاده کرده است. به خبر منبع هنگام استفاده آن در داخل اسکواتور سوختار سر زده ماشین به کام آتش رفته است. از این حساب به کارخانه نور خاور به مبلغ تخمینا 300,000 سومانی ضرر مالی رسیده است. باید گفت که نور خاور که قبلا زریاوستوک نام داشت و بنیاد کارخانه متالورگی چین کارخانه اساسی در شهر استقلال به شمار میرفت. این شرکت صنعتی در 30 کیلومتری شمال خوجند سال 1938 برای 3 سال مواد سوخت موشک بنیاد شده بود. بعد از انپاشی شوروی فعالیت کارخانه در سمت 3 سال معدن اوران قطع کرده است. حالا نور خاور با نیروی تولیدات لوله‌های پلی‌اتیلنی، کالوش و لباس مکتبی مشغول است. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا دولتی سوال میگوید در 6 ماه اول امسال کارمندان این نهاد 325 جنایت مربوط به فساد مالی را آشکار کردند. زیانی رسیده بیش از 25 میلیون سومانی حساب شده، حدود 70% یا نزدیک 20 میلیون سومانی روینده شده است. استفاده منصبداران از ماشین و تکنیک دیگر خدمتی هنوز از دوره شوروی در تاجیکستان به قبل مد گردیده است. برخی عملداران حتی در روزهای فارغ از کار دولتی آن را به منفعت شخصی یا خانوادگیشان استفاده میکنند. و یک خبر دیگر هم داریم. روز 8 سپتامبر به مناسبت روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه مراسم جایزه سپاری به بانوان خبرنگار برگزار می شود. مؤلف آزمون مذکور ائتلاف بانوان ژورنالیست است که جایزه به نام بورینیسو بردیو را در 3 بخش تقدیم می کند. جایزه ها برای رشد ژورنالیستیک، برای بهترین مواد چاپی یا آنلاینی، بهترین گزارش رادیویی یا تلویزیونی تقدیم خواهد شد. هر یک برنده آزمون با مکافات پولی در حجم 2,500 سومانی قدردانی می شود و امسال این مبلغ با کمک سفارت آمریکا به ژورنالیستان تقدیم می گردد. ائتلاف بانوان ژورنالیست سال 2016 با هدف پشتیبانی از زنان خبرنگار و کارمندان مطبوعات تأسیس شده است. خب بیننده عزیز، طور دیده چند دقیقه من برای شما خبر خواندم و باوری دارم که
در این چند دقیقه همراه ما بودید و با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا شدید و طوری میگن هر نفری که با خبر است مسلح است و تشکر میگم از صداقت شما، از توجه شما، از اون که روزی خودتون رو با خبرهای رادیو آزادی و با ما شروع میکنید. ما به هر یکی شما در علایدگی سپاس میگذاریم و همه شما رو بعد از 30 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم و با تقدیم خبرهای از این بیشتر منتظر میشم. فرستادن سوالای خودتون رو هم ضمناً فراموش نکنید، ما حتما اون رو پیگیری و پاسخ خواهیم داد.